و ادخل بشارت است و ادخل الذین آمنوا داخل کردن بشد کسانان را که ایمان آورده و عمل الصالحات به کجا؟ جنات به جناتی که تجری جاری می باشد من تحتها الانهار خالدین فیها باذن ربهم به اذن پروردگارشان تحیتهم فیها سلام تحیه و پیشکشی یا تحیه تحفه جنتها بر جنتها فیها در جنت سلامنا سلام سلام فقط سلام گفتن است. الم تر کیف ضرب الله نمیبینی شما کیف ضرب چگونه کردن دست چگونه بیان کردن الله تبارک و تعالی مثال را کلمتا طیبتا کلمه طیبه لا اله الا الله كشجرة طيبة كلمة طيبة مثل شجرة طيبة شجرة طيبة مثل درخت خرما. حضرت تفسیر این کریمه حدیث امام بخاری سے کرده. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما یک روز میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم شاگرده خود اصحاب خود امتحان کرد گفت که شما بگویید که یک درخت است، درخت مثل صفتش صفت مسلمان دارد، شما بگویید که کدام درخت؟ صحابگان کرام یکیش یک چیز گفت یک درخت یاد کرد، میگه من خفا میدم که مراد از این درخت خرماست. درخت خرما همون قسمی که مسلمان انسان مفید است، مفید در جامعه است، درخت خرما تمام اجزاش مفید است. خود خرما مفید است، دانه خرما مفید است، درخت خرما مفید است، هیچ چیزی ضایع نمیشه. پس انسان مسلمان هم مثل درخت خرما انسان مفید است. بعد میگه چون که در این مجلس میگه جمله شاگرده رسول الله صلی الله علیه و سلم پدر بزرگوارش حضرت عمر بن الخطاب صاحب است، ابوبکر صدیق صاحب است رضی الله تعالی عنهما. میگه حیای محمد که من یک طفل خرد و کوچک جواب بدم خجالت کشیدم، میگه ادب کردم جواب ندادم. بعد هیچ کسی جواب گفته ندانست. بعد خود رسول الله برای گفت که او درخت خرما است. بعد من میگه برای حضرت عمر سے به پدرم گفتم که من خود این جواب رسول الله برای که پیدا کرده بودم، لیکن من خجالت کشیدم ادب کردم به شما نگفتم به رسول الله برای. حضرت عمر رضی الله عنه چی گفت؟ اگر شما جواب پیغمبر صلی الله علیه و سلم را میدادید در نزد ما از بسیار نعمت‌های سرخ و سفید از بسیار نعمت‌های پروردگار کردم او بسیار قابل قدر و محترم بود. چرا؟ به خاطری که کمال یک پسر در نزد پدر بسیار ارزش دارد. ببینید اعلان از این حدیث مبارک و از این آیه مبارک چند مسائل استنباط شد. یک مسئله استنباط شد که مسلمان صادق و مسلمان کامل را تشبیه به درخت چی داده؟ به درخت خرما داده. انسان کافر را تشبیه به حنظله داده. حنظله اما تربوزی که میگه تربوز یا ابوجهل که میگه او یک قسم چیز است، تربوزک است یا او را بعضی ها تربوز ابوجهل میگه. در زمین میبره چیش درختش خاردار است، بازی قیقیرک است، میگه مثل تربوز بوده است، او را تربوز یا ابوجهل میگه. با او تشبیه میگه بسیار بدمزه هستن، طورش بسیار بدمزه هستن. یک دومیسته که رسول الله صلی الله علیه و سلم شاگرده خود گاه و ناگاه امتحان میکرده. امتحان شاگرد هم از این حدیث مبارک ثابت شد. سوم چی ثابت شد؟ سوم ثابت شد ادب. ببینید که حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما که خرد و کوچک بود ادب کردن، در مقابل بزرگان ادب داشتن. اگر جواب میداد بزرگان باز خجالت میکشید که ببینید این یک طفلک جواب گفته میتونه، لیکن ما بزرگان با کلانا جواب گفته نتونیم. این سه مسئله دانسته شد. چهارمین مسئله دانسته شد که حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه بسیار زیرک بودن حضرت عبدالله بن عمر ثابت شد. پنجمین مسئله ثابت شد که کمال یک پسر در نزد پدر بسیار مهم است. مطلب گرفتیم. ششمین دانسته شد که باز بعدا هم پیامبر علیه السلام باز خبر شد که حضرت عبدالله بن عمر دانسته بوده و جواب ما را. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة
اصلها ثابتنا اصل میگه شجر ثابت است اصل کلمه میگه طیبه لا اله الا الله میگه ثابت در چی است؟ در قلب است و فرعها فی السماء فرعش در کجا؟ در آسمان است. مثلا درخت خرما بلند است یا نیست؟ میوه درخت خرما آنقدر بلند است که لا یبلغ دوام به اون نمیرسد. دوام میرسه نه تؤتیه کلها کل حین میدهد این درخت میوه خود را کل حین در تمام فصل بإذن ربها بإرادة ربها بإرادة پروردگار که فکر کنیم انشاءالله. ببینید میوه خرما در 4 فصل است هیچ اینقدر نمیشه. خرما در تمام فصل است اصلا خرما در تمام فصل است. در بازار مدینه المنوره خصوصا در بازار خرما فروشی که بره قسم خرما رنگارنگ خرماست هیچ دلتان نمیشه که از داخلی بازار بیرون شد. الله نصیبی همه ما شما بگردن بار نصیب بگردن. خرما است که دیگه خرما است که سکری است. ای انواع خرما سکری میگه بنام مغروب میگه خرمای عجوه میگه خرمای برنی میگه قسم خرما است. فیضب الله الامثال للناس بیان میکند الله تبارک و تعالی مثال ها را برای انسان ها لعلهم یتذکرون تا که بات را بپذیرند